به نام خداوند. تاپیک چهارم ما شما تقرب میگه به چی؟ به قسمت دانلود کردن. چطور میتونیم یک ویدیو را از اینترنت دانلود کنیم، یک سریال، یک فیلم. اگر ما میایم این قسمت دانلود میکنیم، میریم اینترنت اکسپلورر باز میکنیم، فرض مثال میریم در یوتیوب. در کجا میریم؟ یوتیوب. اینجا کلیک کنین، یوتیوب براتون اوپن میشه. نوشته کنین یوتیوب، اوکی. یوتیوب باز میشه. در یوتیوب شما علاقمند هستین یکی از ویدیوها را فرض مثال دانلود کنید. مثلا من نوشته میکنم، میگم همیرا یک خواننده ایرانی است. صحیح است؟ اینجا کلیک میکنین، این ویدیوش در اینجا میاد. با مجرد کلیک میکنین اوپن میکنه براتون. این اوپن کرد. کلوز کنین. اینترنت اکسپلورر تون مشکل پیدا میکنه، لطفا کلوز. دوباره بیاین یوتیوب. اوکی. کلون درد شد. خب مثلا نوشته میکنین موین، یا فرض مثال نوشته میکنین مثنوی. همراه موزیک ما مردم خوب نیستیم، اتوماتیکلی کلوز میشن. خب قلب مثلا مثنوی با عمر 5 ساله، بالاخره یک معلومات است. یا میگه مثنوی معنوی نخوندین؟ نه مثنوی خواندیم مثنوی معنوی. کلیک کنین. شعر و شاعری و این موضوعات است. فرض مثال اینجا کلیک میکنین. این ویدیو در اینترنت است، براتون پخش میکنه، اوپن میکنه، میتونین بشنوین ساوندش. درست هستی؟ اینا تو ضرورت دارید به دانلود کنی پیش خود بگیرید. صحیح است؟ چطور میتونید پیش خود داشته باشید؟ بنا به این دلیل اگر تو سر از این رایت کلیک میکنی، بر از این میگی کاپی چی؟ خب متوجه اینجا کاپی یو آر ال. یو آر ال چی بود؟ یونیفورم ریسورس لوکیتور. اینا خوب ببینید. کاپی ویدیو رو کاپی بگی، این اگه درن میره نوت پد انتر کو، کنترل وی پیسش کو. اینی چی است؟ یو آر الش است که یو آر ال از HTTP داره؟ بله داره. www داره؟ بله داره. یوتیوب داره؟ بله داره. .com داره؟ بله داره. این را با در دانلود منیجر بندازی را دانلود. چه خجنجال. و دانلود منیجرهای خاص میتونی از یوتیوب بگیری از هر جا. اگر اینجا مسیجش بیاد که فرض مثال این ویدیو رو اتوماتیکلی دانلود کنی. توتی او مرغ زیرک و زیبا و صحیح؟ حاضر جواب. کم کلیک میکنید دانلود شد. اینجا مسیج بکنید. ضرورت داریم چی اینستالیشن کنین؟ IDM در تمام ویندوز 8، ویندوز XP، وستا 7. چی اینستال کنین؟ IDM. خیلی لطفا اینجا کلوز کنین. بیاین ستاپ IDM اینستال کنین. IDM یعنی اینترنت دانلود منیجر. اینترنت دانلود منیجر. ببینید در مای کامپیوتر ستاپ سافتور را پیدا میکنیم. درایو دی ستاپ. اینجا ما مثلا داریم ایمیجش هست. بله IDM. اینو خوب ببینید. دبل کلیک میکنیم. زمانی که دبل کلیک کردیم ستاپش اینجا میاد. بالای ستاپ هم چی میکنین؟ دبل کلیک. با مجردی که دبل کلیک کردین اینجا شما چی میکنین؟ IDM. ببینید IDM اینترنت دانلود منیجر چی؟ فول. کلیک کنین اینستال کنین. کامل ترین مجموعه تو یک گپ ها میزنه چون امارتی سر از این کار کرده. محمد رضایی کی؟ توکل، یک آیتی منیجر ایرانی است. اوکی. بعد از این میگه نکس، باز نکس. لوکیشن انتخاب میکنین. درایو دی باشه، یک لوکیشن دیگه باشه، داکیومنت باشه، چنج میتونین بکنین. هر لوکیشن خواستین، نخواستین همین لوکیشن کافی است. میگه نکس. اینجا شما میتونید ایدی فرض مثال در کمتیشه موضوعات مد نظر بگیرین. کدام چیز دیگه نه فقط ایدی ما دیگه چیزی ضرورت نداریم. چی میگیرین شا؟ IDM میگیرین. اینجا خوب متوجه باشین. یعنی فرض مثال کمتیشه و بالاخره تولز و اینی موضوعات است. یعنی بکش کو بعد دوباره نکس. اینجا ما چی ضرورت داریم؟ IDM. خیلی لطفا پس بک کنین. اینا اگزیت کنین از ستاپ. باز دوباره بالا از کلیک کنین که هم IDM میتونه مسج بدم. یس. نکس، نکس، نکس. IDM. بعد از بگین چی؟ نکس، نکس. با مجرد که نکس کنین فنش. یک دو سه مسیج میده انتظار باشین. این مسیج ها تکمیل شده. بعد از اوکی کنین. زمانی که اوکی کردین براتون میگه چی؟ اینترنت دانلود منیجر has successfully activated. تکمیلا چی شد؟ فعال شد. این مسیج چرا داده؟ به خاطر اینکه دو سه بار ما بالای همون اینستالیشن ستاپ کلیک کردیم مشکل نداره. بعد از کلوز کو، کلوز کو. IDM چی شد؟ اینستال شد. کلوز، رفرش. در کدام لوکیشن قرار داره اینستالیشن؟ از قسمت استارت مینو که شما میایید اینجا ببینید نوشته کنین چی؟ اینترنت. اتوماتیکلی IDM بعد بیا. اینا صحیح. اینترنت چی؟ دانلود منیجر. کلیک کنین این اینترنت دانلود منیجر. آفرین. ما که URL از این کپی گرفتم. اینجا چی میگه برای ما؟ add URL.
ویدیو را کپی گرفتم یا نه؟ با مجرد که اینجا کلیک میکنین اتوماتیکلی یاد شده اینه. خوب ببینید با مجرد که اوکی میکنی برات مسیج میتم میگه چی میشه 119 کیبی فقط صرف دیتیلز خلاصی ویدیو بر دانلود میشه، خود ویدیو هم نمیشه. اینا کلوزش کن. حالی میخوای دانلود کنی برو اینترنت دانلود منیجر. بعد از چی را باز کن؟ یوتیوب را باز کن. در یوتیوب ویدیو هست در یوتیوب. فرض مثال اینجا یک ویدیو را باز میکنی، مثلا ویدیو چی؟ فرض مثال ویدیو را مثلا باز میکنیم جنگ جهانی دوم. درست؟ کلیک کن. با مجرد که جنگ جهانی دوم را باز میکنی یک ویدیو شه ناگفته های تاریخ سالهای خوف انگیز هتلر با مجرد کلیک میکنی اتومات مسیج چی آمد؟ آیدی صحیح شد ان شاء الله. اینا یک چیز صبح که ما دانلود میکنیم میخواد 138.51 MB یعنی وقت زیاد میگیره. یک چیز بسیار صبح مثلا ما نوشته میکنیم میگیم نعت شریف پشتو فارسی هر چی خواستی فرض مثال عربی که خلاصه کم باشه 4 دقیقه فرض مثال اینی باشه. صحیح؟ کلیک میکنیم ببینیم نعت شریف چی است. ولی این خود در اینترنت بر ما پلی میکنه. مشکل ما نداریم در اینترنت نه. این ویدیو میخوایم پیش ما باشه. برای به دلیل از اینکه ویدیو پیش ما قرار بگیره اینو چی میکنیم؟ اینجا کلیک میکنیم. سیست دانلود. بعد از چی میکنیم؟ اوکی. کدام لوکیشن دانلود شد؟ در داکمنت؟ یس. به خاطر از اینکه دانلود میکنین شما همیشه اینترنتتون چی کنین؟ استاپ کنین که سپید دانلود تا زیاد شود. ببینید ولی اسپید دانلود منیجر منظم‌تر است یک مقدار. هر ثانیه چند؟ 167 200 تقریبا کیلوبایت پر ثانیه است. ما قبلا از دانلود که ایمیج دانلود میکرد چند بود؟ 35 کیلوبایت بود. مقایسه که از خود او از لوکالی دانلود است. سافتیر نسال نیست. با شما سافتیرهای دیگه هم دارید. مثلا سرچ میکنید ببینید در قسمت اینترنت خط کی دانلود میشه مشکل نداری. خوب اینترنت برو در گوگل سافتیر سرچ کنید. فرض مثال گوگل. اوکی. با مجرد که وارد گوگل میشین ببینید اینجا شما فرض مثال سرچ میکنید سافتیر میگین چی؟ فری دانلود آل دانلودر. صحیح؟ اینجا لیست دانلودها برات میاد. فرض مثال این استارت دانلود تو یک چیز دانلود است. فول فری یوتیوب دانلود سنتر. یوتیوب برای خود یک خاص دانلود منیجر داره. صحیح؟ فرض مثال آیدی ام دانلود منیجر است. لیستش هم اینجا میاد براتونه. آل ویدیو دانلود ببین دیگه دقت داشته باش. این چی شد؟ دانلود شد. در کجا میتونی کلوز کجا میتونی ببینی؟ استارت مینو قسمت مای داکیومنت کجا میری؟ دانلود. بعد از این چی دانلود کردی؟ ویدیو چی بود؟ ویدیو. بیا در ویدیو. صحیح شد؟ یک عربی چی شد؟ دانلود. با مجرد کلیک میکنی یا موزیک یا ویدیو هر چی خاصی دانلود کردی پلی کن. اوکی اوکی. این بود چی؟ IDM یا دانلود منیجر. اگر میگه آل ویدیو دانلود منیجر اینجا کلیک کن خیلی مثلا یک تعداد ورژن های زیاد از دیفرنت کمپانی ها دانلود منیجر رو براتون میاره. اول خود دانلود منیجر هم دانلود کنین. یک دانلود منیجر است از یوتیوب. دانلود فاستر بالاخره به این ترتیب. این هم از جمله دانلود منیجر است. کنورتر ها را میتونی بگیری. کنورتر فرض مثلا یک MP4 داری به 3GP تبدیل میکنی ویدیو را میتونی از اون استفاده کنی. صحیح شد ان شاء الله. این بود چی؟ دانلود و دانلود منیجر. صحیح شد. موفق باشید.